بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادرای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما و شما یکی از درس‌های مهم عقیده هست و در این درسی که امروز خدمتتان عرض میکنم متاسفانه بسیار مردم گمراه شدن. حتی یک انسان کافر میشه، در شرک داخل میشه و از دایره دین ببرایه و این ما متاسفانه در بین بسیاری از حتی علمای جهان مشاهده کردم. علتش چی است؟ دو قسم شرک است. خود شرک و اقسامش ما شما خواندیم چند قسم است. شرک یکی است که مثلا بین از سر شروع میکنیم از کلمه لا اله الا الله. کلمه لا اله الا الله که ما شما شروع میکنیم باید کلی خود دیگه خلاص کنیم. حتی ما بسیار علمایی که حدیث میخوانن، تفسیر میخوانن، عالم هستن، لکن یک مشکل اساسی پیدا شده. اون مشکل اساسی چی است؟ که کلمه دو بخش اساسی داره. کلمه دو بخش اساسی داره. یک بخش گرفتن، یک بخش دیگه ترک کردن. چرا او بخش گرفتن؟ او بخش چرا ترک کردن؟ او بخشش که گرفتن عبادات است. هر کس نماز، روزه، حج، زکات، عبادات کلگی میکنه. دومی است که اطاعت از شریعت است. اطاعت از شریعت است. اطاعت از شریعت بعد از اینکه خلافت اسلامی سقوط کرد در ترکیه، خلافت اسلامی سقوط کرد. تقریبا بعد از اینکه خلافت اسلامی سقوط کرد در 1924 مصطفی کمال اتاتورک در ترکیه خلافت اسلامی را کاملا اعلان کرد که از بین رفت. و این را شما اگر درس‌های جنگ فکری و درس‌های تاریخی را خوانده باشین که چه قسم دشمنای اسلام از یک طرف صلیبی ها یک جای شدن، انگلیس و امریکا، از یک طرف صهیونستای اسرائیل، یهودیا، یا و از طرف سوم امی نشنالیستای قوم پرست در بین مسلمان ها پیدا کردن که و زبان پرستی و قوم پرستی و منطقه پرستی را شروع کردن. این سه گروپ یک مثلث تشکیل دادن، دست خود با هم یکی کردن و خلافت اسلامی را سقوط دادن. وقتی که خلافت اسلامی سقوط کرد، اینجا جهان اسلام تقسیم شد به دو بخش. جهان اسلام تقسیم کردن. نصف جهان اسلام شوروی گرفت. نصف جهان اسلام اروپا و امریکا بین خود تقسیم کردن. پادشاه‌های از اینا را هم غالباً یا مستقیما عسکر داشتن یا مستقیما عسکر نداشتن. کسایی را تربیه کردن قواری اسلامی لکن مغز اروپایی. از اون وقت شما حساب کنین، با شما خال بسیاری وقتا اگر گپ حق بگی، شما مثلا از زمان که امان الله خان آوردن مثلا این قهرمان جهان ساختن و فاتح افغانستان گرفتن، لکن شما اگر سیل کنین کتابا را بخواین و شما که محصلین کسایی که تاریخ معاصر افغانستان خواندن، شما سعی کنین که امان الله خان با یک چهره افغانی که من افغان هستم، از یک خانواده افغان، با یک مغز غربی اروپایی. امان الله خان از مصطفی کمال اتاتورک هیچ تفاوت نداشت. منتها مصطفی کمال تانست نقشه خود تطبیق بکنه و امان الله خان نقشه خود تطبیق کرده نتانست. اگر شما آسان رایش هست، یعنی همیشه در تحقیقات که میشه مردم افغانستان احساساتی بحث میکنن. احساساتی است که 5 دقیقه تو در درس میشینه، 5 دقیقه دیگه باز میخیزه و باز که یک موبایل آمد باز میخیزه کپک کپک میبرایه.
این مردمای احساساتی هستن که نه دین میفهمن، نصف دین که گرفت نه نصف حدیث هم میگیره، بازیگر از میره که استاد این تو گفت چطور است. خود تو موبایل که بعد زنگ آمد همون لحظه کل درس از پیشت رفت، تو هم قدر حداقل نتونستی که اهمیت درس بفهمی و موبایل خاموش کنی یا نبرایی یا درس خراب نکنی. این مشکلات ما و شما داریم، مردم احساساتی هستن. به هر صورت امان الله خان وقتی که در افغانستان آمد، شما سعی کنین که قواره افغانی لکن مغزش چی؟ اروپایی. وقتی که اینجا آمد اما برنامه هایی که اتاتورک اونجا تطبیق میکرد، وقتی که اینجا پروژه رو ساخت دید که صاحب نتانست بالاخره خوب آدمیش دمی بود که وقت فهمید که زورم نمیرسه هلاکت میدانه و گریخت. بعد از امان الله خان اینمی قسم خاندانای دیگه که از اولادای امان الله خان آمده، ما حتی که فامیلی امان الله خان یک وقت در شارنو من خورترک بودم، بعضی اوقات میرفتم که یکی از نواسای امان الله خان اونجا بود، امراه از اونا میرفتیم، یک خانم پیچه سفید بود، مرا بسیار دوست داشت، میرفتم برای میوه و تراب میامد، ولی بسیار زن خوب، لکن چون مغزشان مغز اروپایی است، حتی خانه که تق تق میکردی تال میخورد پس میمد بچه بسیار بخشی تنبان در جانم بود. من جارو میکردم تنبان داشتم، از این خاطر یعنی خجالت میکشید که با یک مرد یا یک میمان ملاقات کنه و تنبان داشته باشه. این مغز اروپایی است، این مغز اروپایی است که از خواهد شما اگر تصاویر خانواده امان الله خان در اینترنت سعی کنین، سرچ کنین، خیر است سرچ کنین مثلا اعضای خانواده، اولین خانمی که لباس خود مثلا مینی جوب ساخت و به حجاب شد و از چادر اوست و انداخت، امی خانم امی رهبر مسلمان ها است که به نام امیرالمؤمنین ما و شما تا امروز رو امیرالمؤمنین میگن و مخالفت به او را میگن که خروج از دین است و خوارج است، عکس مقابل از او بخیزه. خلاصه ای که بعد از این که من از افغانستان به خاطر برتان مثال گفتم که برای ما و شما روشن‌تر است. بعد از این حکومت های دیگه مثلا ظاهرشاه را شما سعی کنین، داود خان سعی کنین، خانواده‌ایشون سعی کنین، زنایشون سعی کنین، عکسایشون سعی کنین، مکاتبی را که مثلا اینا تأسیس کردن. چرا مردم افغانستان اولادای خود در مکتب نمیماندن؟ ایش سفیدا میگه اولاد ما رو در مکتب داخل کنیم کافر میشه، نمیماندن. همین اساس جنایت است، یا که هر بچه خود که داخل میکرد که در مکتب میرفت او رو در مکتب با دینداری ساینس و ریاض نمیدادن، معلمایش بعد از چی میکرد؟ یا را کفر برشان در مغزشان چخ میکرد. از این خاطر بسیار مردم بی سواد ماندن، درس نمیخواندن. چرا بچه‌ای که رفتن سواد یاد گرفتن، در پولی که سواد یاد گرفتن کافر شدن؟ چرا؟ نظام سکولر است. به هر صورت بعد از سقوط خلافت اسلامی در جهان اسلام حکومتی که مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم کنه نامده، و اگر آمده، اگر مسلمان ها قربانی دادن مثل که مسلمان های افغانستان قربانی دادن، اگر اوت یک نظام آمده، این نظام تمام دستای اروپا و امریکا و شرق و غرب و شوروی آنقدر رو بدنام کردن، آنقدر رو تکه تکه کردن که دیگه دلشان از زندگی چی کردن؟ سیاه کردن. مثل که مثلا در افغانستان مسلمان ها وقتی که جهاد کردن، در جهاد از اینا چی شد؟ در جهاد از اینا بالاخره وقتی که مجاهدین آمدن کامیاب شدن، این مجاهدین بیچاره مردمای خوب بودن لکن ساده بودن، از سیاست جهانی و از پروژه جهانی بیخبر بودن. اینا فکر میکردن که ما مثلا که روز جنگیدیم، اونجا وقتی که در مسلمان ها در ضد روس جهاد میکردن، مشکل در چی بود؟ مشکلی بود که روس یک دیو خطرناک بود که از این اروپا میترسید، امریکا میترسید، آسیا میترسید، عرب و عجم کلشان میترسیدن. متوجه هستین؟ از روز کل از اینا میترسیدن. این کسایی که برای مجاهدین در او عصر کمک کردن، نه به خاطر از اینکه وا مسلمان بودن یا دیندار بودن، فهمید؟ یعنی اینال امریکا به خاطر منفعت خود کمک میکرد. میخواست که اگر روسا از افغانستان پیش بیایه، پاکستان کمک میکرد. من از ملت پاکستان گپ نمیزنم، حکومت پاکستان چرا در پالی مجاهدین استاد شد؟ به خاطر از اینکه نقشه روسی بود که من افغانستان میگیرم، مثل تاجیکستان و ازبکستان یا یکی از جمهوریت های من میشه، اینا که خوردم چیز است نه دیگه، مثلا چی که می شامار که می نه، اجدار که می،
یک اجدار بود. این اجدار رو تصمیم داشت که اول افغانستان قرط میکنم. افغانستان یک مملکت کوچک است، 100 نفر کمونیست کافران برشان گفته بود که واقع رفته بود اونجا بر درس و برش کلا زده بودن که اگر شما بیاین ما براتون حکومت میگیریم، لقمه رو تسلیم میکنیم. به هر صورت یا هم گفتن که خلاص ایست بازی دادشان. خوی کمونیستا و روسا را بازی داد، پس ها نفهمیدن که علاوه مردم بودن یا نماینده ملت نبودن، از ملت در پولی از استاد نبود یا دروغ گفتن. خب خلاصه ای که این اژدها میخواست که اول افغانستان رو بگیره. میگه افغانستان آسان است، بعد از اون میگه پاکستان رو بگیریم، پاکستان هم آسان است. و اصل هدفشی بود که کشتی‌های خود در کجا میبرم؟ در بحر هند و در آبهای گرم خود میرسانم و از اونجا باز مکت اروپا و امریکا جنگ از اونجا شروع میکنه. اینا وقتی که در افغانستان آمد کی در خطر افتاد؟ کلگی. روس و امریکا هم در خطر بود، اروپا هم در خطر بود، کشورهای عربی هم در خطر بودن، دیگه پاکستان هم در خطر بود. اینا کل ازیا به خاطر منافع خود کت مجاهدین افغانستان همکاری کردن، لکن هر کسی انما الاعمال بالنیات. یک کسی به خاطر منفعت سیاسی خود، به خاطر جان خود گفت بیاین امی روس نمانیم که از امی افغانستان پیشتر بره و همینجا باید امی پروژه ازی خنثی شود. به هر صورت مسلمان های افغانستان 1.5 میلیون افغان ها چی دادن؟ قربانی دادن و اونایی که شهید شدن در او وقت ان شاء الله تعالی نحسبهم كذلك نحسبهم شهیدن، که ان شاء الله چون شهادت کس یک چیز فکرتان باشن، ادب با الله ای است که حکم بالای شهادت کس نکنین. چرا؟ الله میگه ولا تزکوا انفسکم، شما خود تزکیه نکنین، هو اعلم بمن اتقى. کی با تقوا هست و کی شهید است؟ او در روزی است که دفتر اعمال توزیع میشه. در دفتر اعمال توزیع میشه که فلانی خان شهید، مجاهد، مسلمان، فلانی خان مرتد، کافر، بیدین. بسیار کسایی است که ما شما رو شهید فیصله میکنیم، در دفتر اعمال ما نوشته میشه. الله برات میگه که خب تو که خیس فلانی رو شهید گفتی، تو چی کاره؟ حالا شما سعی کن یک نفر یک تا تصویر میکشه به خاطر یک عکسی که در موبایل میگیری، در دوزخ 16 مرتبه ملاق میزنی. متوجه هستی؟ چرا که اونجا در روز قیامت از پیش پرسان میشه که تصویری که تو ساختی مثل از این تصویر رو بگی یکی دیگه همین قسم بساز. تو تشبیه با خلق ما چرا کردی؟ متوجه هستی؟ از این خاطر علما تصویر اجازه نمیدن مگر به اجازه. اما تصویر متحرک باز میگه او دیگه حکم داره، فیلم که میگیره. اما خود عکس که میگیره، تصویر که میگیره، این باز سر از این بسیار علمای با تقوا احتیاط میکنن تا عکس نمیگیرن. بعضی اوقات ما رو بعضی کسا مجبور میسازه، الله هدایتشون کنه، خونه برشون میگه که نکو اگر باز میگیرم متحرک بگی، مووی بگی، عکس نگی. اینا شما تصور کنین به خاطر یک عکس یک نفر در کجا میره؟ در دوزخ. و میگه بگی با سن الله. خب الله در روز قیامت پرسان کنه این نفر که تو شهادتنامه شهادت دادی تو چیکار هستی؟ این مردار است. اون مردار بیچاره خود مرداری خود دوزخ میره، اما تو به خاطر از اینکه تمام روز خیزک زدی و او را شهید گفتی، حال خود گپ سردی شده که هر کس خب به هر صورت از موضوع خارج نشیم. اینال اصل هدف ماده‌ای است که بعد از اینکه جهان خلافت اسلامی سقوط کرد و جهان اسلام تکه تکه شد، وقتی جهان اسلام تقسیم کردن به کشورهای کوچک کوچک و خرد خرد، بعد از این دیگه در جهان اسلام نماندن که شریعت الله تطبیق شود. وقتی که نماندن شریعت الله تطبیق شود، آل نظام ها شدن نظام های کفری، نظام هایی که مطابق شریعت الله حکم نمی کنن. متوجه هستین؟ اینال برازیا چی کردن؟ یک تعداد ملاها را پیدا کردن که همین نظام هایی که غیر از شریعت الله را تطبیق میکنن، بر از اون نظام ها چی بتن؟ سبقه شرعی بتن. اینال برازوش سبقه شرعی وقتی داده میشه که نصف دین، نصف کلمه لا اله الا الله از بین بره و این توحید حاکمیت میگن. از این خاطر در بسیاری از مدارس و پوهنتون‌های اسلامی متاسفانه توحید الوهیت درس داده میشه که توحید الوهیت دو بخش داره. یکی توحید عبادت است که عبادت الله را میکنه، یکی توحید اطاعت از شریعت الله است. این درس امروز ما شما سر این موضوع است که توحید و شرک در اطاعت الله. خب آل توحید و شرک در اطاعت الله چی قسم میفهمی؟ کلمه طیبه را باید صحیح تعهداتش بفهمی. من مسلمان هستم، تو مسلمان هستی. وقتی که مسلمان هستیم کلمه را میخوانیم که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.
اینال در اینجا اله چی رو میگن؟ ما شما باید کلمه را سعی کنین. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان برای ما و شما میگه که فعلم انه لا اله الا الله. الله میگه علم داشته باش که لا اله الا الله، یعنی لا اله الا الله را به اساس علم بفهم. اینا شما چی را خوش دارین؟ شما اگر از زن براتان گپ زده میشه، طلاق گپ زده میشه، مهر گپ زده میشه، اینی سوالا را زیاد خوش دارین، اما هیچ کس نیست که بگم استادم لا اله الا الله را بر ما گفته فعلم، امیر رو بر ما تشریح کن. از این خاطر اکثریت مردم که منحرف میشن دمی آیت قرآن منحرف میشن که وقتی برش میگه فعلم انه لا اله الا الله نمیفهم. امیال شما برین حداقل یک ماهی که پیشتان بگین از 100 نفر پرسان که بگم لا اله الا الله چی تعهدات داره در مقابل لا اله الا الله، علم تو چی هست؟ میگه لا اله الا الله علم کار نداره، از مادر پدر ما لا اله الا الله محمد رسول الله یاد گرفتیم. در حالی که لا معنای علیده داره، اله معنای علیده داره، الا معنای علیده داره، الله معنای علیده داره، محمد رسول الله هر کدامش معنای علیده داره که تو باید کلمه زیر باید بفهمی تا که تو ایمانت ما شما چی میکنیم؟ لا اله الا الله را مفهومش نمیفهمیم، عقیده ما متزلزل و خراب است و اقا نفل میخوانیم، اقا نماز میخوانیم، اقا تراویح میخوانیم، تمام روز جنگ موسرزی است که 8 رکعت بخوانیم یا 12 رکعت تراویح را بخوانیم. والله که عقیدت خراب باشه که روز شب 50 رکعت هم تراویح بخوانی هیچ. چرا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. وقتی که شرک آوردی اعمال تو چی میشه؟ از بین میره. تو تهداب پخته بکن، سر تهداب پخته که هر قدر منزل جور کده میری جور میشه. تو تهدابت قلق هست، قلق ماندی سر خشت خام، تو دیگه میخوای که حال خانه چی جور کنی؟ کانکریتی جور کنی، خود به خود سقوط میکنه. به هر صورت بیم که درس امروز ما و شما سر مفهوم حاکمیت الله هست. حاکم کی باشه؟ قانون کی تطبیق شوه؟ شریعت کی تطبیق شوه؟ فرعون نمیگفت که بیاین مرا عبادت کنین. فرعون میگفت انا ربکم الاعلی. چی مانا؟ میگفت من ربتان هستم، خدایتان من هستم. فرعون نمیگفت که بیاین بر من رکوع کنین یا سجده کنین. میگفت نه، حکم مرا، قانون مرا که ضد شریعت الله هست او را تطبیق بکنین. پس پیروان فرعون پیرو طاغوت بودن. اما امروز بسیاری کسا هستند که با ضد شریعت الله قوانین دیگران را تطبیق میکنه، فرعون میگرده و پیروای فرعون هست، لکن بیچاره میگه من مسلمان هستم. در روز قیامت وقتی که بخیزه ملائکه معززش میگیره برو زیر بیرق فرعون. وی من فرعون هستم، من پیرو فرعون هستم، ما صاحب ریش چی میگه، ما چشمای سرمکدگی چی میگه، ما صاحب لنگی چی میگه، ما صاحب لباس چی میگه. لا برو. این خطرناک است که کل عمر در اسلام تیر کنی و در روز قیامت در جمله مسلمان ها ترکس حساب اینا بیاین سر لا اله الا الله. نه به احساساتی. ماه رمضانی نمی است که لا اله الا الله رو یاد بگیریم و بفهمیم مسئولیت خود در مقابل لا اله الا الله. اگر ما لا اله الا الله را فهمیدیم و مسئولیت خود را فهمیدیم باز گپ خلاص است. خب وقتی که اله اول در عربی چی میگن؟ اله در عربی میگن که اله کسی است که دو خصوصیت داشته باشه. اله کسی است که دو خصوصیت داشته باشه، ذاتش عبادت شوه و قانون شریعتش چی شوه؟ تطبیق شوه. این اله میگه. فرعون وقتی که میگفت ما لکم من اله غیری، بغیر از شما معبودی بغیر از من نیست. نمیگفت بیاین، این بخش اول نمیگفت که بیاین مرا عبادت بکنین، این میگفت اطاعت قانون مرا بکنین، بغیر از من بر شما کسی دیگه معبود نیست که بر تو قانون بسازن. پس اله دو خصوصیت دارن. شما خودتان خوب دقیق سهل کنین خب که از این دو خصوصیت ما و شما تطبیق میکنیم یا نمیکنیم. خصوصیت اول اله که ذاتش عبادت شد، رکوع، سجده، نظر، قربانی کلش به نام ازی شد. دوم خصوصیت اله چی هست که شریعتش تطبیق میشه. این الحکم الا لله، حاکمیت نیست.
مگر برای الله. حاکم کی هست؟ حاکمیت و سیادت که او بر تو حلال، حرام، جایز، ناجایز، خوب و بد تعیین میکنه. پیغمبر تعیین کرده نمیتونه. پیغمبر چی میکنه؟ پیغمبر تبلیغ میکنه. سعی کنین. و احل الله البیع و حرم الربا. بیع را کی حلال کرد؟ الله کرد. و حرم الله. سعی کنین کلش ببینین. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. سعی کنین میگه الله. و من احسن قول. خوب بعد ده بر پیغمبر چی میگه؟ یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک. ای پیغمبر همسران تا کی برات حلال ساخته؟ الله میگه ما برات حلال ساخته. حتی روزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواست که عسل نخوره، آیت قرآن آمد برش که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. چرا حرام میکنی چیزی که الله بر تو حلال کرده؟ توی حق نداری. پس حلال و حرام و خوب و بد و یارا کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. از این خاطر میگه که از الله بترسین. الله یفتیکم فی الکلاله. فتوا کی میته؟ الله میته. از این خاطر میگه کسایی که فتوا میتن یا از الله بترسن که تو نشه که چیزی که الله حلال کرده تو را فتوا بیتی حرام بگی و چیزی که حرام است او را تو چی کنی؟ حلال بگی بدون علم. بعضی کسایی که بدون علم گپ میزنن اینمی هست که حق الله را میگیره به خود. از این خاطر بسیار مفتیا به خاطر فتوای خود دوزخ میره. کسی که ادب با الله بفهمه سوال از پیشش میشه زود جواب نمیده. امیال مدام برای من 100 تلفن میه، شاید امیال 100 تلفن که آمده ما 100 سوال 2 سوالش جواب دادیم، 98 تایش جواب ندادیم. بعضی ها قار شدن. گفتیم برادری سوال تو مربوط به فتوا میشه، برو پیش یک عالم مفتیه که در این مسئله برای تو فتوا بده. استاد تو نمیفهمی؟ جواب نمیدی. نه یاد ندارم. او تو یاد نداری؟ یه پا میزنی. ولی یاد ندارم. چرا اگر تو در شریعت یک سوال شرعی را بدون از اینکه تو احکام از را بفهمی که آیات قرآن چی میگه، احادیث چی میگه، علما از چی استنباط کردن و بالاخره نتیجه از چی هست، در اینجا چی میشیم؟ ما و شما به نیابت از الله گپ میزنه مفتی. وقتی که به نیابت از یک کس گپ میزنی باید گپای از را بفهمی. مثلا تو یک کس روان میکنه که نماینده ما هستی، در فلانی جای تو برو به نمایندگی ما یعنی تصمیم بگی، تو باید نظر از رو کاملا بفهمی، باز اونجا وکالت کنی. مفتی مثل وکیل الله هست، به نیابت از الله چی میکنه؟ حکم الله را بیان میکنه. از این خاطر بسیار وقتا انسان به این گپای خود کافر میشه. به هر صورت میم سردی که در کلمه چند چیز هستن. وقتی که معنای اله ای شد که کسی که ذاتش عبادت میشه و قانون و شریعتش تطبیق میشه. حال بینسه که در کلمه چی میگه؟ میگه لا اله. لا چی معنی؟ نیست. هیچ کسی مستحق ازی که ذاتش عبادت شد و شریعتش و قانونش تطبیق شد الا الله. بغیر از کی؟ در بخش دوم کلمه ذات الله را عبادت میکنیم و شریعتش تطبیق میکنیم. حال خود 200 قسم طریقه هست، 200 قسم عالم هست، 200 قسم فتوا هست، 200 قسم مذهب هست. بس نیست. حال چطور کنیم؟ به طریقه کی بریم؟ میگه به طریقه محمد صلی الله. پس وقتی که معنای کلمه را فهمیدیم، ببینیم که من رئیس مسلمان کلمه میخوانم که الله در حقیقت 3 تعهد کردم. چند تعهد؟ تعهد اول باید کلتان در مقابل الله استاد شوید و همین قسم تعهد کنید و اگر زبانی نمیکنیم کلمه را که خواندی باید در قلبت می باشه. ان العهد کان عنه مسئولا.
از عهدی که با الله کردی سوال کرده میشه. تعهد اول کردی که یا الله بغیر از ذات تو من هیچ عبادت به هیچ کس نمیکنم. این شد تعهد اول. میره زیاد تکرار میکنم. بعضی کسات شاید میگه والا استاد چرا میره زیاد تکرار میکنی؟ به خاطر که تو در مغزت بچکاری شو بکال تو بفهمی سی. چرا حالا ما بسیاری کسا رو ببینیم که هر روز تعهدها رو شکستانده میره. این معنایش بفهم. باز یک دفعه همون یک سر خود اول یک تطبیق کن که این تعهد چند فیصد است. اول تعهد در کلمه لا اله الا الله که یا الله بغیر از ذات تو من کس دیگه را هیچ عبادتی را بر از او نمیکنم. سیز نه؟ این تعهد اول. تعهد دومی است که یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کس دیگه را بالای خود تطبیق نمیکنم. این بگو دو. سومش یا الله عبادت تو را و اطاعت تو را به طریقه هیچ کس دیگه نمیکنم مگر به طریقه کی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و اینا تعهد اول سعی کردین که آیا در تعهد اول سر مردم قضاوت نکو، آدم هوشیار اول از خود شروع کنه. آیا کل عبادت ها را بر الله کردی؟ آیا سجده به غیر الله نکردی؟ رکوع به غیر الله نکردی؟ انحنا کلیت به غیر الله خم نکردی؟ جان مقابل خدا بسیار ذلیل بسازی؟ نکنین. از الله بترسین. وقتی بسیاری کسا میاد دوسته بر ما خدا کپ میکنه. نکن. یک ترس بتیز قومت سر تا شهد بلند بگی. خدا ذلیل نساز. عبادت چی است؟ ذلت است. وقتی که خدا ذلیل ساختی شکل عبادت به خود گرفتی. قلبت هم خوب جوان لکس بزرگ. مرغ زیر پای حارس نکشتی. خب عبادت به غیر الله کردی. گوسفند زیر پای حاجی نکشتی. عبادت به غیر الله کردی. نظر برام مخلوق نگرفتی. مادر اولادات بر نگفته که سمنک پخته کو، باز گفته سمنک نظر بهار است. تو خواندن شنیده میری قرار ششتی و هم در شرک مبتلا شد. خودت هم که شمکار است. نظر چی شد؟ نظر بهار شد نشد. حالا ما شما در افغانستان 12-13 قسم نظر بر مخلوق نداریم. نظر بیبی و نظر آقا و نظر زیارت و نظر قبر و نظر فسلانی و نظر پیغمبر و نظر نواسه پیغمبر و نظر دختر پیغمبر و نظر خوارزاده پیغمبر کلی مخلوق است. حالا تو خود در تعهد گفتی که یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت برای هیچ کس نمیکنم. حالا نظر عبادت است نیست. حالا خود با زبان خود میگی این نظر کی است؟ نظر شیر آقا است. این نظر کی هست؟ نظر گل آقا است. این نظر کی هست؟ نظر پیغمبر است. این نظر کی هست؟ نظر نواسه پیغمبر است. این نظر کی هست؟ نظر داماد پیغمبر است. نظر کی هست؟ نظر دختر پیغمبر است. یعنی دختر پیغمبر و نواسه پیغمبر و دیگه اعضای خانواده پیغمبر و دیگه اولیاء و انبیا و صدیقین یا کلشان بر ما جای معبود گرفته، در حالی که خودت میگی که لا اله نیست هیچ کدام از این، نه پیغمبر، نه ملائکه، نه درخت، نه چوب، نه آجی، نه آرس، نه هیچی از الا الله قابل عبادت نیست. یعنی سکن چقدر مردم در اینجا خودش بستانن. ایران باز هم خوب است علما بیان میکنن. یعنی این شرک بسیار علما بیان میکنن. فهمید؟ یعنی شرک بت‌ها را و شرک قبرها را بسیاری از علما بیان میکنن. تعهد دوم چی است که یا الله بغیر از قانون تو و بغیر از شریعت تو شریعت قانون کس دیگه را تطبیق نمیکنن. امی قصه را که پیشتر ما بر شما کردم که بعد از سقوط خلافت اسلامی حکومت‌های طاغوتی آمدن کامیاب شدن در این کشورها، یا چی کردن؟ یا شریعت الله را تطبیق نمیکردن. چی را نمیکردن؟ شریعت الله را تطبیق نمیکردن. اول شما از تاریخ سقوط خلافت اسلامی تا امروز یک بخش از شریعت الله تطبیق نظام زکات است در اقتصاد اسلامی. آیا زکات اسلامی تطبیق میشه؟ عوضش چی تطبیق میشه؟ مالیه تطبیق میشه. مالیه متوجه هستین؟ متوجه هستین؟ اینال وقتی که شریعت الله تطبیق نمیشه، آل اینا چی کردن؟ سعی ای طاغوتا وقتی که فهمیدن ما شریعت الله را تطبیق نمیکنیم،
اینی تعهد دوم توسط بسیاری ملاها از کتابا کشیدن. بسیاری از علما را ببینی، خصوصا در کشورهای عربی. در افغانستان کس افغانستان سر مردمش منطقه کوهستانی است، مردمش ایماندار و ترا هست. در اینجا حداقل اگر حکم میکنن اینجا خب مثلا زدن بسیار ملا را خراب کردن، خب سر از او هم بازم علما اینجا تا اندازه گپ زدن میتونن. اما در اونجا چی کردن؟ آمدن برشان گفتن که شرک قبور خوب بگوین، شرک قصور نگوین. یکی شرک قبر است که بری در مقابل قبر سجده کنی، در مقابل بت سجده کنی، این رو بگو بر مردم. اما شرکی که فرعون ها داشتن او رو نگو، چون این رهبر خودش فرعون است. نفهمیدین؟ توحید اله که تعریف میکنه بسیاری وقتا میگه اله کسی است که فقط ذاتش چی میشه؟ عبادت میشه، شریعتش نمیگه. او عالمی که بگویه او باید کشته شود، بندی شود، از بین بره. او عالم دیگه که امی قسمت قبول کرد این بخش هیچ گپ نمیزنه. وقتی که یک بخشا را گپ نزد شاگرداش چی میشن؟ شاگردا همی قسم بزنش. و باز بر از وام گفته که مردم شما دیگه حق ندارین گپ بزنین بغیر از اینکه امی علمای بزرگ، کبار علما. کبار علما دیگه چه قسم علماست؟ کبار علما دیگه کسایی هستن که از طرف از امی طاغوت بر از این موتر $80,000 داده شدن. موتر لکس. خانه شام که سای بری سیل بکنی چه قصر است. میمانی های از علما را که سیل کنی که یگان فیلم هایشان در اینترنت نشر میشه، کبار علما را که سیل کنی که در یک میمانی سای بسته گوسفند ساتیری هست. پیسه دیگه پیسه پیششان دیگه، اما تو هیچ ارزش نداره. این حال اینی مردم ها که هست یا چی کردن؟ نصف توحید کلمه لا اله الا الله را پت کردن. یکی از درفرا چی میگه؟ میگه می قبرها مگه به اندازه می پادشاه ها عسکر و بادیگارد می داشت؟ امورم بیان نمیکردن. فهمیدی یعنی؟ فهمیدی یعنی؟ در بعضی جایی که هست قبرها هم زور داره نفرایش، باز ملای منطقه امورم بیان نمیکنه. چرا؟ سرت نام میمانه. حال بسیار آسان کار جور کردن. اما مجرد گفتی که بغیر از الله به خس سجده نکو، یکی از علامات وهابیت است. وهابی شدی. اگه توحید بیان کردی چی شدی؟ وهابی شدی. اگه میخوای که وهابی نشی ای دی بارا گپ نزن. بیا گپ بزن. بیا درام سوال داری؟ نه. حقوق زن امروز خطبه امروز درباره چی است؟ حقوق زن است. خطبه دومیش حقوق مادر، حقوق اشتاک، حقوق پادشاه، حقوق زنای جامعه مدنی، حقوق محیط زیست. مثلا امروز برنامه سرک پاکی، تانک تیل امریکایی استاد مانده بود ثواب داره تیلش کو. حقوق تانک تیل امریکایی فقط اینیم. نماز چقدر فضیلت داره ایره برشان بگو. او مردم شما روزدار هستین در جنت خالص، اما تو رو میرین. به خدا تو روزدارایی هست زیز نی که بغیر از ای که مثل حیوانات و خوردن و نوشیدن نمیکنن دیگه تمام فجایع رو میگه. تمام فساد. چشمش روزدار نیست، گوشش روزدار نیست، زبانش روزدار نیست، قلبش روزدار نیست، عقیدهش پاک نشدن. یارو پنداندن مثل پقانه را پف کده بیری. این حال اینجا که هست سکنین وقتی که فهمیدین سی تعهد سیومی چقدر مردم پنجره سمیالی کلگی گفته که من نماز به طریقی که میخوانم
با طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم گردنتان بسته. من یک فرمول نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم براتون میگم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سر هر آیت توقف میکرد در نماز خود. سیست الحمد لله رب العالمین. نماز تراویح رسول الله صلی الله علیه و سلم با نمازهای دیگه نماز است. تقسیم بندی نیست که نماز پیشین قرائتش این قسم، نماز خفتن قرائتش این قسم. در کل نمازها گفته که ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل چی است؟ تجوید است. تجوید چه قسم است؟ که وقف لازم، وقف واجب، مد لازم، مد واجب، ادغام، اخفا. الحمد لله رب العالمین. این مد عارض للسکون میگه که وقت توقف میکنیم مد میگه. الرحمن الرحیم. یعنی شکل تلاوت قرآن است که جبریل امین به رسول الله آورد و رسول الله به صحابه گفت و صحابه به ما و شما چی کردن؟ انتقال دادن و علمای تجوید و علمای قرآن برای ما و شما درس میده. امی قاری که ما و تو درس میده که تجوید یاد بگی خودش قرآن میشرمانه، اول خودش امر الله را میشکنه. این حال شما تصور بکنید که در کدام مسجد است که نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده شود 2 رکعتش. اول از خود پرسان که خودت در زندگی چند رکعت نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندی، که خودت وادی که نماز میخوانی در هر آیت توقف کنی. ما و شما خو ای به طریقه ننکلان خود میخوانه، ای به طریقه بابا کلان خود میخوانه، ای به طریقه فلانی میخوانه، ای به طریقه ازو میخوانه، ای به طریقه ازو میخوانه. یک نفر هم نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم نخوانه، در حالی که تعهد هم کرده که یا الله من عبادت خدا به طریقه کی میکنم؟ درو. ان العهد کان عنه مسئولا. از عهدتان با الله چی میشین؟ اوفو بالعهود. اول عهدی که با الله کردی اینو وفا کن. ما عهد که مخلوقم بر ما تبلیغ میشه، عهدی که الله هست و تبلیغ نمیشه. اول عهدت باید که خالقت، اول تعهد با الله هست. یهود که لعنت الله سرشان نازل شد، عهد خدا که کی شکستاندن؟ که الله شکستاندن. پس اینی است که چیست؟ انسان مسلمان آیات قرآن وقتی که میخوانی، یک آیت قرآن چی میگه؟ این الحکم الا لله. حاکمیت از کی است؟ از الله است. امر الله تعبدوا الا ایاه. اونجا گفته حکم است، باز اینجا عبادت گفته شده، یعنی پیروی از حکم خودش چی است؟ عبادت است. سکنین این الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا ایاه ذلك الدین القیم. الله باز میگه این دین قوی است. حاکمیت از کی باشه؟ از الله. خب این حال در تعهد دوم چند فیصد مردم شکستاندن خودم؟ این رو باید با شما بفهمیم، این رو باید بفهمیم. اینمی آیات کلش تعهد دوم بیان میکنه. اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفه. سیسه این مردم مال عقیده دارن که ما حاکمیت الله را در زمین الله تطبیق بکنیم، یا احزاب جور شده که احزاب چی میگن؟ ما میخوایم افغانستان اسلامی شود. باز که افغانستان حکومت اسلامی جور کرد که پاکستان میزنیش، اگر در پاکستان جور شد که افغانستان میزنیش. حکومت الهی الله میگه که تو خلیفه کی هست که حکم الله را در زمین الله مطابق حکم الله تطبیق میکنه. خب وقتی که خلافت اسلامی میگه که انی جاعل فی الارض خلیفه، بر ملائکه گفت من انسان در زمین خلیفه میسازم.
که شریعت الله را در کل زمین تطبیق بکنه. حالا عقیده باید باشه، نه این عقیده را از بین بردن. حالا کلگی بر نقشه انگلیس کار میکنه. نقشه انگلیس چی است؟ نقشه انگلیس جهان اسلام تکه تکه کرد، در حالی که در نقشه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام داشتن، آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. در اسلام ملیگرایی نیست، وطن پرستی نیست. فلسطین وطن توست، تو که میگی افغانستان وطن من است، فلسطین وطن من نیست، تو عقیدت خراب شد. مکه وطن ما و توست، مدینه وطن ما و توست. ای که بر ما و تو اجازه نمیده بدون پاسپورت، نظام از اون نظام اسلامی نیست. ای که ما و تو اجازه نمیده و مشکل در نظام از او هست. نظام الله را تطبیق نمیکنه. اگر نظام الله را تطبیق بکنه، آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. از دیدگاه اسلام زمین دو بخش تقسیم شدن: دار اسلام و دار کفر. دار چی مانه؟ یعنی خانه. دار اسلام چی مانه؟ یعنی خانه مسلمان ها، که مسلمان احساس کنه که در مکه بری خانه جور کنی کسی را مانیت نشن. اگر مسلمان تانست بره در مکه خانه جور کنه و کس مانیش نشد، اینی دار اسلام است. اما دار اسلام تقسیم کردن، تکه تکه کردن. خب حالا بیاین سر هر آیت. آیات قرآن وقتی که میخوانین آیات قرآن به دقت بخوانین، چون اول در قرآن عقیده هست. سعی که آیات قرآن چی میگه؟ فلا و ربک لا یؤمنون. سعی کنین در قرآن چند تا قسم است. در قرآن چند تا قسم است، اما یک قسم بسیار خطرناک است. قسم های دیگه به صبح است، به لیل است، به نهار است، به تین است، به زیتون است. کدام قسم است که کدام آیت قرآن است که الله به ذات خود قسم خورده؟ به عصر است. فلا و ربک. این بسیار دقیق باشیم. در کل آیات دیگه به دیگه چیز اینجا الله به ذات خود قسم خورده. پس وقتی که الله به ذات خود قسم میخوره، بفهمین که جواب قسم که است موضوع بسیار خطرناک است، بسیار مهم است، بسیار دقیق است، که اگر مخالفت بکنی از دایره ایمان ببری. الله چی میگه؟ میگه فلا و ربک لا یؤمنون. قسم از به پروردگارت ای رسول الله صلی الله علیه و لا یؤمنون، که یا ایمان ندارن، مسلمان نیستن، دروغ میگن. حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا وقتی که در اختلافات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی رسول الله صلی الله علیه و چی نگردانن؟ حکم قرار ندن، که مطابق چی حکم کنن؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و اگر امی کار یک نفر کرد مسلمان گفته میشه؟ میگن نه، دو شرط دیگه هم داره، 3 شرط باید پورا کنی. یعنی دیگه آیت قرآن ایمان میگن ایمان نداره مگر 3 شرط داره. اول شرطش که در وقت اختلافات خود چی کنه؟ رسول الله صلی الله علیه و حکم قرار بده. رسول الله مطابق چی حکم میکرد؟ کتاب الله و سنت رسول الله. این یکی. حالا مثلا در یک مسئله شد، مسئله فامیلی یا خانوادگی، مطابق کتاب الله و سنت رسول الله سر تو حکم شد، مسلمان شدی، چی میگن؟ میگن هنوز مؤمن نیست. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرج مما قضیت، باز از قضاوتی که رسول الله صلی الله علیه و کرده دلتنگ نباشه. مثلا یک حکم سرت شد لکن دلتنگ بودی، میگه باز مسلمان نیستی، مؤمن نیستی. چرا حکم قبول کردی؟ با چی؟ با حرج و با دلتنگی. خب حکم هم تطبیق شد، دل ما هم تنگ نیست، ایمانم پره شد. آیت قرآن میگه نه، ایمان در یک شرط دیگه شد. اون شرط چیست؟
و یسلموا 100% باید به حکم الله و رسولش چی شوی؟ چند فیصد مردم از خود شروع کن، چند فیصد خودت امی 3 شرط در وجودت است. عروسیت که شده حکم الله و رسول قبول کردی یا حکم ننکلان و بابکلانه؟ رواج هم یک طاغوت است. بر رواج هم در قرآن اله گفته شده. فهمید یعنی؟ افرأیت من اتخذ الهه، رواج کی تایید میکنه؟ خواسته های قلب. اله گفته شده. افرأیت من اتخذ اله. ببین تو گفتی لا اله، اینجا میگه نه دی کسایی که اله خود کی را گرفته؟ هوای خدا گرفته. پس بسیاری وقتا رواج ها، یعنی رسول الله صلی وقتی که در اینجا که گفت افرایت من اتخذ اله و هوا، این خواسته های نفسی خودت نیست که مثل بطوری بیگانی بر رکوع و سجده کرده باشه، نه، قانونش تطبیق کرده. قانونش تطبیق کرده. از این خاطر رسول الله صلی وقتی که آمد دید که 2 قسم بت است، 2 قسم و آلهه میگفتن. 2 قسم آلهه هست، یکی آلهه مادی بود، یکی آلهه معنوی قلبی بود. رسول الله صلی الله علیه و آله بت‌هایی که 360 دانه ماندگی بود یکیش هم غرض نگرفت. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله میتونست یک چند صحابه را بگه که شاو پت کده بین امی 360 بت چی کنین؟ بشکنانین. سیزنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بت‌ها را غرض نگرفت. چرا؟ اگر مشکستان مثل ابراهیم علیه السلام وارد آتش منداختنشان. رسول الله هم چی کرد؟ دید که بت‌هایی که در قلب‌های عزیز، این بت‌هایی که به شکل مجسمه هست، این نمونه یا سمبول است از این بت‌هایی که در کجا هست؟ در قلب است. این بت باید در قلب کشته شود تا که عکسش از بین بره. این اصل نیست. این چی است؟ فوتوکاپی است. اصل در کجاست؟ فهمیدین نه؟ رسول الله اول کدامش از بین برد؟ فوتوکاپی رو یا اصل؟ آفرین. رسول الله اول اصل از بین برد. اول آمد در قلب اصحاب خود محبت بت‌ها را چی کرد؟ از بین برد. قلب پاک ساخت. وقتی که قلب از اینا پاک شد، امو کسایی که به دست خود امی بت‌ها را ساخته بودن، خود از آمدن چی کردن؟ شکستان. اسنادت که اصلش باطل شد، فوتوکاپی رو که دست خود چیر میکنی. فهمیدی یعنی؟ اگر نه که اسنادت خوبش بود، بازو یک چند کاپی هم نگاه میکنی، باش که به درد میخوره فوتوکاپی. این رسول الله صلی الله علیه و آمد اول چی از بین برد؟ اینمی رواج ها هم یک نوع بت است که در بین قلب است. این بت که در قلب است گاهی به شکل چی میه؟ گاهی به شکل یک مجسمه میه، گاهی به شکل یک قبر ساخته میشه. به شکل چی ساخته میشه؟ آل وقتی که اگر تو در الله شک نداشته باشی در رحمتش، به این قبر چرا میری؟ وقتی که در قلبت در رحمت الله شک پیدا شد، باز چی میکنی؟ باز میگی پیش قبر برم که ای باز محبت الله را برای ای جذب کنه. اگر این نباشه محبت الله مرا نمیبخشه. پس شک در اینجا پیدا شد. این از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت این رواج ها را چی کنین؟ از بین بین. آیت قرآنی را چه قسم میگه؟ قرآن میگه برای ما شما. قرآن چی میگه؟ و اذا قیل لهم سکن. خوب دقیق سکن. بطاق از بین رفنی. آن وقتی برشان میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که بر مردمای جاهلی که قلبشان یک قلب بت پرست است، یک قلب رواج پرست است. صحیح؟ رواج از کی میمانه؟ از پدرها میمانه نمیمانه؟ ها؟ آیت قرآن چی میگه؟ و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. آیت قرآن کل چیزا میگه براموش. وقتی که برای مردمایی که رواج پرست و پدر پرست هستن
برشان بویی که مطابقت از ما انزل الله بکو، میگن بل نتبع ما الفینا، بلکه ما مطابقت از چی میکنیم؟ او چیزایی که الفت گرفتیم از کی؟ از پدرای ما، آباءنا. الله میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا شما ندیدید که پدرایشان نه عقل داشتن نه هدایت شده بودن؟ و آیت دیگه قرآن چی میگه؟ میگه وقتی که در سوره ملک میگه وقتی که دوزخی ها را در دوزخ میپرده چی میگه؟ و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اگر ما میشیدیم کتاب الله و سنت رسول الله را هدایت میشیدیم یا حداقل از عقل خود کار میگرفتیم، ما كنا اصحاب السعیر، ما دوزخی نمیبودیم. برازیا که گفته میشه عالم چقدر فیصد مردم است که برش بگویی که تا آرسیت حکم الله را تطبیق کو، چی میگن؟ رواج. این بتها به نام چی است؟ اونجا نام از بتها لات بود، منات بود، هبل بود. سیست نه؟ نام از این بتها چی است؟ رواج است، عنعنه هست، عرف است، فرهنگ است، سیالی هست، عبدالزادگی هست. ها؟ پس ایچه نه او بیادر پدر ما زیر دول وطن افغانی کرده، بازو گناه نداره، وطنهای دیگه گناه داره. یکیش سفید بخیزه تن پرته، ایره باز میگی افغانی است، ای باز مقدس شده. این حال پدر ما تن افغانی کرده، ایره باید بکنیم. مادر من ننکلان مت شاک و کجا نمیخوان، حالا من چطور میتونم که شاک و کجا ترک کنم؟ ملای مسجد ما که توی کرد. حالا ببین پدرها چی میکردن؟ اول ما شما در افغانستان خفه نشیم. امی پدر کلانای ما اکثرش کمونستان نبودن. امی افغانستان رو بروز کی فروخت؟ خیلی بودن دیگه. از یکی کاکایش است، از یکی پدرش است، از یکی نواسیش است. امی اکثرا جوانایی که میگه من نماز میخوانم، آقایم که لغت میزنه، آقاست کمونست. اکثر جوانا مشکلشان تتزی است. دختر میگه استاد من حجاب میکنم، مادرم چادرم کش میکنه که سرخی کو سفیده کو که باز خواستگار نمیه. اینال ننکلان که سیل کنی، ننکلان کی است؟ ننکلان در زمان ظاهر خان و در زمان داوود خان و در زمان دکتر نجیب خان و در زمان دکتر نور محمد ترکی، کمونستای کافرایی که لینین خدای خود میگفتن خدای ماست، در وقت از این مکتب و پانتون خوانده. در اون وقت مکتب قانونش چی بود؟ که دختر و زن باید بیتونبان برن. نه ما خودم در مکتب دخترات تا صنف 6 خواندیم. اونجا یونیفرم بود، تن از بچه ها تنبانش میمان. الحمدلله که ما دختر رفتیم اگه سرما فهمیدی؟ دخترها یونیفرمش یک پیرانک بود کت جراب. حتی معلمین کلش همی قسم بودن، فقط اونم یک پیران بود یونیفرم کت جراب، جرابایی که تا زانو را کش میکردن. اینال اونو زنه که مکتب ابتدایی را، ثانوی را، لیسه را، پوانتون کت جراب خوانده. حالا تو که از دین از او تو مطابقت میکنی و دختر خدا میمونه حجاب کنه، خود دشمن حجاب است. اون مردی که بالی سر کلیش مارکس و انگلس و لینین بوده، شما همی بیانیه کارمل بشنوید می چیز در تلویزیون واسه گوین در بالی سر کلیش عکس کی است؟ عکس مارکس انگلس. و در مجلس شمسایی که اونجا دکتر نجیب شیشته، اونجا فلانی شیشته، امی کلشان همی شیشته، یعنی کلشان قانون کی را تطبیق میکنن؟ مارکس انگلس لینین. در بخش دوم تعهد خود در کلمه چی دارن؟ شریعت الله را تطبیق میکنن. باقی مانی درس ان شاء الله در هفته آینده بخیر میخوریم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفرک.